ایره یک نکته براتون بگویم، تصوف بهترین راست، قوی ترین راست، مستحکم ترین راست، نزدیکترین راه به خداست. باز نشوه کسی شما رو بازی بده که نه تصوف وجود نداره. تصوف وجود داره با شرایط خودش، پیر وجود داره با شرایط خودش. بهترین و نزدیکترین راست گویا ارتباط و زنجیروی با نبی مکرم صلی الله علیه و سلم تو پیوست میکنی. وقتی که تو بیعت میکنی به همراه یک پیر، او پیر به همراه پیر خود بیعت کرده، او پیر به همراه پیر خود بیعت کرده، آخرش میرسه به صدیق اکبر. صدیق اکبر با نبی مکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کرده. نسبت صوفیه غنیمت الکبرى. حضرت شاه ولی الله محدث دهلو میگه نسبت صوفیه، یعنی من نسبت صوفیه چی؟ من تصوفی که صوفیا گرفتن، همین نسبتی که پیدا کردن به بیعت، این غنیمت کبراست، چون زنجیروی حلقه های زنجیر به نبی علیه السلام وصل میشه. ولی در شناخت پیر خیلی محتاط باش. من خودم صوفیستم و خودم تبلیغی